مملکتی که دارای تشکیلات دفاعی نباشد در دنیای امروز ما از یک طرف متاسفانه مقابل ما یک سازمان ملل ضعیف و بی اختیار، از طرف دیگر حس عدم مسئولیت بعضی‌ها وضعی را پیش آورده است که ولو آن مملکتی که قادر به دفاع از خویش نباشد دارای تمام حقوق قانونی و شناخته شده بین‌المللی باشد، بازیچه هوا و هوس دیگران و عملیات تجاوزکارانه ظالمانه دیگران واقع می شود.